وای من چقدر بد شانسم. برا چی؟ آره نمیشه پلاستیک همش بپاشه بیرون. پس میگی اگه بادکنکو چرب کنم رو شکلات بریزم میتر کنم دیگه مثل سری قبل شکلاتم خراب نمیشه. الان این طرح جدیده امتحان میکنیم. اب نداره. شما به من خسارت زیاد زدین. اینم روش روغن مایه نداشتم. روغن که روغن باشه. خوشگل میشه ها. خوبه؟ شکلات رو ریختم توی پلاستیک. با قیچی کوچولو سرش رو سوراخ میکنیم تا شله تا داره بد میشه. خیلی کلوف شد. شره کرد. بادکنک ها میذاریم توی یخچال سرد بشه شره نکنه. خب یکم بشینم تا سرد شه. تو چی بود؟ چرا؟ پف تو این زندگی بابا.